ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان. هر طعامی کاوریدندی به وی کز سوی لقمان فرستادی ز پی، تا که لقمان دست سوی آن برد قاصدن تا خواجه پس خوردش کند. خب هر غذایی رو که برای خواجه می آوردن، خواجه فوراً لقمان رو صدا می زد، چون که بزرگی لقمان رو می شناخت. می گفت تو بشین اول بخور، من پس مونده غذای تو رو می خورم. برای که بزرگی لقمان رو می شناخت، می دونست که لقمان به اون غذا برکت میده. سور او خوردی و شور انگیختی، هر طعامی کو نخوردی ریختی. اگر که غذا رو با میل میخورد لقمان، این خواجه‌ش هم با خوشحالی بقیه غذا اون رو میخورد. اگر لقمان یه غذایی رو نمیخورد، این خواجه‌ش هم میریخت غذا رو دور. یعنی برکت غذا به وجود لقمان بود توی اون خونه. ور بخوردی بی دل و بی اشتها، این بود پیوندی بی انتها. اگرم با اشتها لقمان غذا رو میخورد، یعنی که دیگه خواجه هم آماده بود که اون غذا رو بخوره. خربزه آورده بودن در مغان، گفت رو فرزند لقمان را بخوان. چون برید و داد او را یک برین، همچو شکر خوردش و چون انگبین. خربزه آورده بودن، از یک جای بار خربزه رسیده بود. خربزه رو قاچ کردن، رفتن. خواجه گفت لقمان رو صدا بزنین بیاد. لقمان آمدش نشست و گفتن که بریدش. برین یعنی برش داد خربزه ها رو، داد همطور یکی یکی لقمان میخوردش. و لقمان خربزه ها رو مثل شکر و عسل از دست این میگرفت و میخورد. از خوشی که خورد داد او را دوم، تا رسید آن کرچ ها تا 17. چون دید که لقمان خوشش اومده و خربزه شیرین بوده، باز یه قاچ دیگه دهنش گذاشت تا 17 تا قاچ خربزه دهن لقمان گذاشت. ماند کرچی، گفت این را من خورم، تا چه شیرین خربزه است این بنگرم. حالا یه قاچ موند، از خربزه یه قاچ موند. گفت خب حالا دیگه این یه قاچ رو من میخورم. یعنی اول خوراک رو داد همه رو، لقمان خورد، بعد دید لقمان خیلی با خوشی خورد، گفت خب یه قاچ موند دیگه، حالا من میخورم. حالا یادتون باشه که این ارباب لقمانه، داره این کارو باهاش میکنه. او چنین خوش میخورد که از ذوق او طبعها شد مشتهی و لقمه جو. انقدر با اشتها خورد که من اصلا اشتهام تحریک شد، الان دلم میخواد این قاچ خربزه رو من بخورم. چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. تا که این قاچ کوچیک خربزه گذاشت دهنش حلقش و دهنش سوخت. یعنی اینقدر تلخ بود خربزه که دهنش رو سوزوند و تابل زد. ساعتی بی خود شد از تلخی آن. بعد از آن گفتش که ای جان و جهان، نوش چون کردی تو چندین زهر را، لطف چون انگاشتی این قهر را. برگشت به لقمان گفتش، حالش بد شد، گفتش تو که ای جان با عظمت من، تو چجوری این زهر ماری رو خوردی؟ این عذاب رو به روی خودت نیاوردی. یعنی 17 تا قاچ خربزه تلخ رو خوردی، به روی خودت هم نیاوردی. این چه صبر است، این صبوری از چه روز، یا مگر پیش تو این جانت عدوست. چقدر تو صبوری، چرا این هم شکیبایی کردی توی خوردن این خربزه؟ مگه جونت دشمنته؟ چون نیاوردی به حیلت حجتی، که مرا عذریست بس کن ساعتی. چرا بهانه نیاوردی؟ چرا پس نزدی خربزه رو؟ چرا نگفتی که این چیه جلو من گذاشتی، کاری که ما میکنیم دیگه نه؟ خب حالا جواب لقمان. گفت من از دست نعمت بخش تو، خوردم چندان که از شرمم دو تو. انقدر تو به من لطف کردی و نعمت به من دادی، که من اصلا از خجالت تو کمرم خم شده. شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم، ای تو صاحب معرفت. خب حالا یه بارم تلخی به من دادی، من روم نمیشه که تو انقدر به من خوبی کردی همیشه. حالا الان یک بار خربزه تلخ بوده، من حالا تحمل نکنم. اشاره بر اینه که کسی که نعمت به شما میده، حالا اگر که خدا رو در نظر بگیریم، یک بارم اگه نعمت داد و تلخی داد دیگه خیلی نکنین دیگه، قاطی اون شیرینی ها. حالا 4 تا تلخی هم اگه میاد که شما رو امتحان بکنه یا هر چیزی، زود روتون رو اونور نکنین و لقمان یاد بگیرین. چون همه اجزام از انعام تو رسته اند، و غرق دانه و دام تو.
خب لقمان برمیگرده به اربابش میگه که برای که همه اجزای من از بخشش تو بالیده شده، یعنی من نون تو رو خوردم، تو زحمت منو کشیدی، من بزرگ شدم، من رشد کردم، من بالیده شدم، من آدمی شدم برای خودم از این احسان و نیکی تو. گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک 100 ره بر سر اجزام باد. اگه به خاطر یک تلخی که تو دادی به من بخوام گله کنم، خاک بر سرم. و خب شکرگزاری رو داره میگه. شما الان در محضر خدا فکر کنید که این داستان داره گفته میشه، این همه نعمت رنگ و رنگی که به آدم ها داده و ما یک دونه سختی که میاد فوری اهمون تلخی بلند شروع میکنیم اهم کردن. حالا دیگه اگه لقمان یادتون باشه دیگه این کارو نمی کنین. گرز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک 100 ره بر سر اجزام باد. لذت دست شکر بخشت بداشت، اندرین به تیغ تلخی کی گذاشت. انقدر از دست شکرین تو نعمت به من رسیده که اصلا من تلخی این خربزه رو نفهمیدم. به تیغ یعنی خربزه. حالا میرسیم به معروف ترین ابیات مولانا دیگه، میشناسین. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. محبت و عشق هر تلخی رو شیرین میکنه، مثل خربزه تلخی که لقمان خورد از دست خواجه‌اش و به نظرش شیرین آمد. محبت مسها رو طلا میکنه، یعنی محبت کیمیاگری میکنه، مثل وجود شما رو میکنه طلا. کدورت ها رو صاف میکنه، دردها رو درمان میکنه، مرده رو زنده میکنه، شاه رو بنده میکنه. محبت لقمان، محبت خواجه لقمان رو بندش کرد و خواجه رو بنده لقمان، یعنی این دوتا از بس به هم محبت داشتن دیگه خواجه و بنده بینشون مطرح نبود. این محبت هم نتیجه دانش است که یک اضافه بر چنین تختی نشست. این محبت هم در سر خرد میاد، یعنی اگر تو خرد نداشته باشی نمیتونی محبت داشته باشی. میشه محبت خاله خرسه یا دوستی خاله خرسه بی خردش، یعنی اصلا نمیدونی کجا محبت کنی، چقدر محبت کنی، کی بکنی کی نکنی. محبت هم که میکنی میشه دوستی خاله خرسه. دوستی خاله خرسه دقیقاً محبت بی خرده. حالا میگه چنین محبتی که این کارا رو میکنه، یعنی تلخ و شیرین میکنه، مصر و زرین میکنه، درد رو صافی میکنه، محبتیه که از سر خرد آمده، از سر آگاهی آمده. که گزافه بر چنین تختی نشست. هیچ وقت نمیتونه آدم بی معرفت، آدم بیهوده، آدم پرمدعا به چنین جایگاهی برسه که اینطوری محبت بکنه. خب دانش ناقص کجا این عشق زاد؟ عشق زاید ناقص اما بر جماد. بر جمادی رنگ مطلوبی چو دید، از صفیری بانگ محبوبی شنید. دانشی که به کمال نرسیده باشه و در اتصال با مخزن علم نباشه نمیتونه چنین عشقی رو به وجود بیاره. دانش هم میدونین که همه جا مولانا میگه دانش اگر متصل نباشه به سرچشمه و خدا بار میشه و اصلا کلی بدبختی با دانش میاد. اون نوع آگاهی که تو به خدا متصل باشی، به اون مخزن متصل باشی و دانش و خردت هم از اونجا بیاد.